نیاز داریم که منهجی را که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند داشته باشیم، به دلیل این که ایمان صحابه و فهم صحابه مورد تایید خود قرآن هست. الله متعال اونها را تایید کرده، ایمانشان هم تایید کرده و صدق ادعایشان در مورد ایمانداری هم تایید کرده و ما را دستور هم داده که از اونها پیروی بکنیم. در آیات متعدد رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌گوید. حالا به خاطر از این که ما دقیق تر بفهمیم که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام منهج برای تعلیم دین داشتن، روششون به فهم دین چی رقم بود، علما از مجموعه عمل کرده که صحابه داشت یک سلسله قواعد استنباط کردن و ما در مورد این قواعد بحث کردیم. امروز در قاعده 14 هم رسیدیم. به خاطر دوستا ما حداقل عناوینش درست بفهمن تکرار میکنم. قاعده اول از قواعد عقیده در نزد اهل سنت، یعنی در نزد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که مصادر عقیده در نزد از اونها توقیفی است. توقیفی بودن به معنای که متکی به وحی است. وقتی ما میگیم عقیده یعنی چیزهایی که انسان باید معتقد و باورمند باشه به اونها ولو مفاهیم غیبی بوده باشه و اینها از طریق دیگه چیز به دست نمیآیند، از طریق حواس انسان به دست نمیآیند، از طریق مثلا عقل به دست نمیآید، از طریق تجربه به دست نمیآید. اینا متکی به وحی است. به همین خاطر گپ اول، قاعده اول در نزد صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که این گپ اول هم بود که مصادر عقیده در نزد از اونها بر مبنای توقیف سوار هست و مصادر وحیانی است و وحی هم یا قرآن هست یا هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تفصیلی موضوع را هم ذکر کردیم. مورد دوم، قاعده دوم در نزد اهل سنت است که فهم سلف را در عقیده و در عبادت حجت میدانند. یعنی وقتی ما به یک چیز معتقد میتونیم باشیم، از قرآن یک عقیده را میگیریم یا سنت رسول یک عقیده را میگیریم که حتما میفهمه باید صحابه داشته باشه و اگر ما حالا بیایم یک عقیده را از قرآن استنباط بکنیم یا یک عمل عبادی را از قرآن استنباط بکنیم که نه پیامبر گفتن و نه صحابه، امی فهم ما غلط است. دقت کردیم؟ پس هرگاه یک نفر امروز مثل که بعضی از مردم پیدا میشن به تعبیر خودشون میگه ما باید بیایم تفسیر جدیدی از قرآن را کنیم. خیلی از مکاتب و جریانات فکری منحرف پیدا بشه میگه ما باید یک تفسیر مطابق روز برای مردم بدیم. او در زمینه‌های اجتماعی ممکن ما بعضی از موارد را بتونیم در نتیجه تجربه های سالم که در تضاد با دین نباشه از او پیروی بکنیم، مشکل نداره. اما در مسئله عقیده نمیشه. در عقیده و عبادتی کار امکان نداره که ما چیزی را از عقیده از قرآن و سنت بدانیم که صحابه او را نفهمیده بود. پس هرگاه ما به موضوع باورمند باشه و معتقد باشیم که صحابه به او معتقد نبوده باشه و امیر اسلام بدانیم این نیست، اسلام نمیتونه بوده باشه. و امور رقم عبادت، یک نفر بیاد امروز از یک آیت قرآن کریم یا از یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه استدلال بکنه بر انجام یک عبادت که صحابه او را رقم نفهمیده بود، این برداشت غلط است. مثل که یک بار یک جوانی صحبت میکردم در مورد این روش ذکر آمد. من گفتم ذکر یک عبادت است، فضایل بسیار زیاد در قرآن و سنت بعد از اون ثابت است، اما طریقه عملی از این بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرید. اگر کسی استدلال میکنه از یک آیت حدیثی که پیامبر رقم عبادت نکرده و صحابه رقم نکرده، این برداشت است. مثلا گفتم می بعضی از صوفیای ما امروز کار عجیب و غریب میکنن که از کجا استک میزنن چی میگه ما ذکر میکنیم. گفتم این غلط است و این خلاف شریعت است و این بدعت است. من گفت که نه صحیح است. از کجا گپ میگی؟ گفت چرا قرآن کریم نمیگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ خب اگه ما خدا انداختیم تو شورای رام دادیم یا استاد شدیم. گفتم امی آیت پیامبر دیده بود ندیده بود، امی رقم ذکر کرده بود، امی آیت صحابه هم دیده بود ندیده بود، تو این رقم استدلال بکنی خب این چون در تضاد با گپی که پیامبر ذکر نکرده. قطعا پیامبر ذکر کرده، بزرگترین ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم، بزرگترین ذکر کننده اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی رقم ذکر کرده بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم الفاظ ذکر هم بر ما معین کرده، بعضی موارد تعدادش هم بر ما معین کرده، در بعضی موارد زمانش هم بر ما معین کرده، همه چیز بر ما گفته. این است ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم. این ذکری که الله تعالی میگه این نیست، نه اینکه تو بیای از دل خود رقص بازی عجیب و غریب برا بندازی های هوی نفهم میگش میگه مرا گرفت دیگش میگه پای مثل که شما داخل اگر از نزدیک ندیده باشین ویدیوهاش نه خود دیدین که کار عجیب و غریبه. ولی این به نام عبادت اگر کس بتونه در حالی که پیامبر هم فهم نداشت، این فهم چیست؟ فهم مردود است. و این قاعده دوم در قواعد اهل سنت نیست که عقیده و عبادت را که از قرآن و سنت میگیرن فهم سلف را برای خود معیار قرار میدن.
به خاطر که اگر این نگیریم دریچه باز میشه که دیگه هیچ چیز باقی نمیمونه. خیلی از جریانات آمدن مثلا در مورد اصل مفهوم وحی و در مورد اصل مفهوم رسالت، در مورد اصل مفهوم قرآن بحث میکنن. جریاناتی هستن کسانی میگه که همین وحی در اصل پیام الله متعال نیست، یک به اصطلاح خودشان نواندیشی دینی ان، نواندیشان دینی ان که یک تفسیر جدیدی از اسلام را میکنن. میگن که ما دیگه نمیتونیم بر اساس تفسیر سلف پیش بریم. مثلا سلف باورمند بودن به این که ما نمیتونیم با کفار دوستی بکنیم، حالا دیگه کمی وضعیت زندگی ما پیش رفته دیگه، حالا ما در کشورهای اروپایی هم هستیم، نمیشه که کدی همسایه ما اگر در جشن کریسمس ما دیگه باز نمیشه که برش عید مبارکی نتم دیگه مجبوریم تبریکی برش بتم. حالا او فهم سلف چون بایی در تصاد است، من میام یک فهم نوکی را میکنم که از اینا جور باشه. حالا مثلا فهم سلف با بعضی از موارد جور نمیشه، مثل موسیقی و چیزای دیگه، حالا خود جز زندگی ما میگه شده دیگه، خود نمیشه که ما سر از این پافشاری بکنیم. میگم که مشکل نداره. موسیقی هم اگر کدام نص میگه برش وارد نشده خلاص ما یعنی اصلا خیلی موارد دیگه هم شما حتما بارها شنیده باشین. یا مثلا مفهوم جهاد و قتال به معنای جنگیدن میگه نیست که اگر ما بگیم که بله ما کسی که دین قبول نکنه یا حاکمیت الله را قبول نکنه کاتش میشن این کی میگه جرمه، نظر به شرایط امروزی میگه جرمه. ما میگه منظور از جهاد امو دعوت است یا امو تلاش است، هر نوع تلاش که آدم در کار خیر میکنه. نفهم تو برو دست یک فقیر هم میگه جهاد است، دست نفهم یک بی‌وزر هم میگه جهاد است. نه، این حکم جدا هست، جهاد حکم جدا و مستقل است. حالا از احکام از آیات قرآن کریم تو یک فهم میخواه بکنه به این گمان که گویا ما به اصطلاح فهم اسلام را مطابق شرایط زمانه بیان میکنیم یا تفسیر و قرائت جدید از دین را میکنیم. اما اونا تکلیل شده نیست. شما ما اونا رو شوخی میکنیم میگیم اینا کهنندشای بیدینی ان، اونا خدا نواندشای دینی میگن. اینا متگفن میگن ما قرائت جدید یعنی تفسیر جدید از دین را بکنیم که سازگار با شرایط امروزی باشه. کافراست پیش ما خفه نشن، اینا در دلشان کدام چیز گپ برد نکردن، نمیشه که کمک دل از اینا را مد نظر بگیریم. اگه خدا خوش شد خود، اگه نشد اینا مهمتره. اما یک تفسیر جدید از دین میخوانه را بکنه، در حالی که قاعده دوم میست که حجیت فهم سلف معیار است. هر عقیده و هر عمل عبادی ولو از خود دین استدلال شود، ولو از خود آیت استدلال شود، ولو از خود حدیث استدلال شود، وقتی در تضاد با فهم سلف بود مردود است. مثل که همین مردم یک گپ جدید دیگر هم دارن به نام پلورالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی. در آیات قرآن کریم الله متعال به صورت عام ذکر میکنه کسانی که ایمان دارن یهودیان یا نصرانیان باز و صایبین من آمن بالله و الیوم الاخر، کسانی که ایمان به الله و روز آخرت فلا خوف علیهم و الله یحزنون. میگه که از این آیات استدلال میکنن که همه ادیان حقه. میگه نمیبینین خدا قرآن کریم گفته، در حالی که خیلی از آیات دیگر مد نظر نمیگیرن. الله تعالی در آیات قرآن کریم که میگه اگر کسی بین یک پیامبر فرقی ایمان میاره و به بعضش ایمان میاره و بعض دیگهش ایمان نمیاره، اولئک هم الکافرون حقا. قرآن کریم میگه امینا کافر اصلیه. پس وقتی یک مسیحی رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله قبول نداره قطعا مردود است و او را ما دینش به حق دانسته نمیتونیم، عقیدهش به حق دانسته نمیتونیم. اما در سایر ابعاد یعنی منظورم نیست. منظور از این قاعده که ما میگیم که فهم سلف معیار هست امی مفهوم است که کسی نمیتونه در اسلام یک عقیده را یا یک عبادت را جدیداً بیاید بیان بکنه که صحابه او رقم عقیده نداشتن و صحابه او رقم عبادت را نکرده بودن. اگر کسی این کار را میکنه ولو استدلالش ظاهرا از قرآن و حدیث باشه که در اصل نیست، اگر باشه هم مردود هست و اعتبار نداره. و مبحث سوم این بود که ما به عنوان مسلمان در مقابل نصوص دینی که قرآن و سنت است اول باید ایمان بیاریم و تسلیم باشیم به او و او را تعظیم بکنیم. ایمان هم بیاریم و تسلیم هم باشیم به او را تعظیم هم بکنیم به نصوصی که در قرآن و سنت میاد، چون اینا منابع اصلی دین ما هستن. و معنای ایمان داشتن به او یعنی که تصدیق بکنی از جانب الله هست و تسلیم ظاهریش هم باشی و جایگاه از او هم بزرگ بپنداریم. مثل که بارها را تکرار کردیم خیلی از مردم هست برش وقتی آیت قرآن میگیری و قدر در دلش بزرگ نمیآید و قدر او عظیم نمیدانه، اما وقتی برش بگی فلانی دانشمند غربی تو گفت باز دیگه تو فکر میکنی که گپ بسیار مهم و کلانی را گفتی، یعنی او را در قلبش خوبتر میپذیره به نسبت یک آیت یک حدیث. تعظیم کامل برای از او گپ میکنه به جای از اینکه به عنوان مؤمن به آنچه که الله و پیامبر گفته باید تعظیم بکنه. پس قاعده سومی است که مؤمن به آنچه که از الله تعالی پیامبر گفته اول ایمان میاره و بعد به او ظاهرا هم تسلیم میشه و او را تعظیم میکنه، بزرگ میپنداره. سخن هیچ کسی را مقدم به سخن الله و پیامبر نمیکنه و الله تعالی میگه لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، شما پیش دستی نکنید از سخن الله و پیامبر و سخن هیچ کسی را در مقابل سخن الله و پیامبر استدلال نکنید. این قاعده سوم بود. تفصیل از این هم